دوستان چه خبر بود؟ چنل امیرعلی بین وحشی و همون جهنم خوش اومد. اول از هر چیزی لایک فراموش نشه، زنگوله بغلش هم بزنید تا هر وقت ویدیو گذاشتن یوتیوب خبر بده به همون اول کسی هستید که ویدیو من با تشکر کامنت اول نفر که ویدیو من لایک میکنم. دوئل اسنایپر باشه، شات های خیلی بسیار زیبایی بزنید، شات هم با شاتگان میزنید. نترسید تا آخر ویدیو با ما همراه باشید و شات های بنده رو بزنید. و بچه ها بگم من زبان کانالمو چینی کردم چون به نظرم میاد خیلی خوشگل باشه، میاد خیلی قشنگ باشه. اگه شما خواستید میتونید چینی کنید، ما اینو میزنید و بله یه دونه 170 اومده، بریم به سیگنال بزنیم. بچه ها یه چیز بکنم باورتون نمیشه، گوشت رو گیش رو بعدید بجاش که بزنید داداش بازی اسمش نشد کن اون بازی که بازی دوزمانیشم با این چرا میدوزی شد و بچه حتما آموزش وقتی چجوری از خودتون بمب پرتاب شه رو حتما چی 360 زدم. نصف جون برم نمیتونستم فرار کنم. این نزدیک میام. خدایی 360 اولم خوشگل بود بچه بود، حمایت کنید. خدا اولین ویدیوی بلند و اولین ویدیوی کلوفم این کدی هست دیگه با بوم بزنم تفکر داشته باشه. بچه آموزش هم میدم بدون اینکه اون گزینه رو فعال کنید بتونید اینجوری راه برید. این من در حال دادی نمیتونم ولی الان میتونم بهتون یاد نگیری بدون کننده میدید بدونید تازه عقب هم میشه رفت نگاه واسه شمشیر هر چیزی میشه داشتمون اگه لفت نده باشه اسنایپر من بدونه آتیشی فقط اسنایپر خوشنگار آی نزنی کس خول نزن. آدمی خوش نمیتونم بدم من یه اسم باباسم اوه قشنگ خورد.
بالایی؟ اگه اون بالا می شات خیلی بی‌نظیر می‌کنه. من دارم دوستان اینجا با همراه با پسر عموی بنده هست. من خیلی داره سرسازه ایجاد میکنه ولی بسمون چنل بده. هر دومون اسم چنلمون و اسم امیرعلی گیم. بچه دوتا این چنل با هم زدیم. اوه داداش از اونا ننداز. خیلی قشنگ. این یکی هم خودش قشنگ بود بچه. فقط بشینید با نایف بزنید نمیدونم بکنم مکان عزیزی من چه میرم اینقدر قشنگ میزنم. چقدر قشنگ خوردیم دفعه روی خط میگیریم. من اگه خط گیریم لفت داد کشلو اوکی دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اولین سرشستن خدایی قشنگ اینجا نبود یعنی اینجا خیلی قشنگ حالا اینجا سرشستن میتون نبود اینجا شدم. حالا خب دوستان از این ویدیو خوشتون اومده باشه لایک و ساب فراموش نشه. زنگوله بغلشون هم بزن تو هر موقع ویدیو میذارم دیگه خبر میده. اول میذارم کامنت و ویدیو میذارید و کامنتتون رو لایک میکنند. خدا نگهدار.